کشور تعداد 581,824 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند و تعداد بهبود یافتگان بیماری تا کنون 463,611 نفر میباشند. هموطنان عزیز، شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان رو به شتاب است و ما در مرحله حساس همه‌گیری بیماری به خصوص در نیمکره شمالی قرار داریم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 44 میلیون نفر نزدیک شده و بیش از 1,165,000 نفر در دنیا جانشان را در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. در حال حاضر نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه تقریباً در تمامی استانهای کشور صعودی است و همان گونه که مستحضرید به دنبال این روند افزایشی متاسفانه شاهد بالا رفتن بی‌سابقه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور هستیم. در هفته گذشته میانگین بروز موارد بستری مثبت و مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ما قبل دارای روند رو به رشد بوده است، به طوری که متوسط بروز موارد مثبت بستری حدود 17 نفر به ازای هر 100,000 نفر جمعیت و بروز موارد فوتی حدود 28 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر جمعیت گزارش شده است. طبق آخرین اطلاعات دریافتی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور 57.7 گزارش شده است که رقم بسیار پایینی است و لزوم افزایش عمل به توصیه‌های بهداشتی در این شرایط سخت و نفسگیر همه‌گیری بیماری در کشورمان امری لازم و ضروری میباشد. ما بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وفاق و همدلی ملی هستیم. تلاش و همکاری همه جانبه و جدیتر کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی کشور با مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این ایام بسیار حائز اهمیت بوده و امیدواریم با افزایش و تقویت عزم و اراده شما عزیزان در عمل به توصیه‌های بهداشتی شاهد توقف شیوع گسترده انتقال بیماری در کشور باشیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان.